عزیزم خانم منصوره کاوه‌ای و آقای حبیب ساسانی برای میهمان نوازی گرم و دلنشینشون و از حضور همه شما و دوست عزیزمون همشهری ما آقای کت خدایی که اینجا هستن. خوشحالم از دیدنشون خیلی و از حضور همتون. و یک خبر جالبی که بگم بهتون این بود که من تنها جایی که رفتم برای صحبت و شعرخوانی پیش از اون به من خبر دادن که این مردم اهل کتابن. این بر من خیلی جالب بود و خوشحال بودم از اینکه میام تو مردمی که اهل کتابن و از شروع برنامه این برای من تقریبا شروع شد به ثابت شدم. سپاسگزارم از همه. من سپاسگزارم از شما که این شرح حال طولانی رو خوندید و امیدوارم همه خسته نشده باشم. من میخواستم با شعری شروع کنم برای که شما هم ازش نام بردید، شعر ایران که من فکر میکنم امروز به نظر میدم صدا درسته؟ خوبه؟ کمی بلند بله بگم شاید باید بیاد پایین تر. شاید اینه من میرم اینجا بشینم خود میگی چرا اینجا بشستی. من خیلی دستم حرکت میدم، امیدوارم اذیت نکنیم میکروفونا رو. من شعر ایران رو براتون میخونم که بعد از جنبش سبز در سال 88 نوشتم و این همچنان هر جا که میرم فعلا با شرایطی که امروز ایران داره و میدونم هر کس از هر جنبه‌ای از هر دیدگاهی ایران برش مهمه و مردم ایران و زندگی ایرانیان خیلی برش اهمیت داره. اینه که با ایران شروع میکنیم که بدونم که ما مثل طبیعت هر جا که ایران هست ایرانی هست، طبیعتش با طبیعت ایران در وجودش جایگزین شده و از یاد رفتنی نیست. ایران من ای مایه فخر دل و جانم، نامت چو نفس دم به دم آید به زبانم. ای چون گل افتاده به چنگال خزانم، همچون دگر عشاق تو بی پرده برانم. تا داد از این قوم جهالت بستانم. تو فاتح تاریخی و دیرینه مایی، تو نغمه لالایی دوشینه مایی. ما جمله چو تصویر و تو آیینه مایی. ما جمله تهی دست و تو گنجینه مایی. میراث گرانمایه رنج پدران. بوی نفس عشق ز گلزار تن توست، هر ذره من عاشق ذرات تن توست. امید من از فاجعه بیرون شدن توست، چشم قلمم گریه کنان در محن توست. زیرا به جز آغوش تو را عشق ندانم. دشمن که بود خائن و سازنده این جنگ، فرزند دروغ است و به تن خرقه نیرنگ. با دزدی شرعی زده بر هستی ما چنگ، با این همه چیزی نخریده است به جز ننگ. از منبر تزویر به خاکش بکشانم، هرچند تو را شوکت پیشینه نه برجاست. گر دامنت از کشته عشاق چو دریاست، پاینده بمانی تو که تا نام ز دنیاست. زهدان تو آبستن سهراب و نداهاست، اما تو مپندار
که من بی تو بمانم. با خاک گوهربار تو میثاق گذارم، جان جز به ره عزت نامت نسپارم. قربان تو گشتن همه این بود شعارم، پیمان شکنی از دل خود یاد ندارم. زین پیش همین بوده و زین بعد همون. احسنت به بیداری این نسل جوانت، آگاهی و هوشیاری مردان و زنانت. وان دشمن ابله که نفهمیده تواند، وحشت زده لرزیده ز تحسین جهانت. زودا که به فرجام سیاهش بنشانم، استاده که در راه بقای تو بمیرم. فرزند توام بی خردان را نپذیرم، در پیش بجز راه نجات تو نگیرم. عمال ستم گر که ببندند به تیرم، در رنج تو خاموش نشستن نتوانم. عمال ستم گر که ببندند به تیرم، در رنج تو خاموش نشستن نتوانم. دوستان صحبت کردن از شعر پگاه و بخشندگی حافظ. این رو من چندین سال پیش نوشته بودم. بعد از سفری که به پاریس داشتم تقریبا چندین سال پیش، در برنامه‌ای که این شعر رو خوندم، اون آقای اگیاتون میشناسید دیگه، آقای داریوش آشوری، آقای آموزگار، آقای گلستان، آقای اون طنز نویسمون دایجان ناپلون، پزشکزاد، بله، آقای ایرج پزشکزاد، عبدالمجید اشراق و همه اینا اونجا بودن و روزنامه نگاران هم اونجا بودن که از من خواستن که چرا من این شعر رو نوشتم. منی که فاصله دارم از این مسائل، چطور شد که رفتم سراغ پگاه و بخشندگی حافظ. این رو من به صورت مقاله براشون نوشتم و براشون فرستادم، چاپ کردم. حالا اینجا برای که زیاد حاشیه نرم از روش براتون میخونم و بعد شعر رو براتون خواهم خوند. پس از استقبالی که از غزل پگاه و بخشندگی حافظ شد، از من خواستند تا چرایی و چگونگی نوشتن این شعر را بنویسم. داستان از این قرار است که مدتی بود که هرگاه که از کارهای جدی خسته می شدم و چشمهایم را می بستم که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، این بیت حافظ به ذهنم می آمد: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. و به دنبال این بیت استقبال هایی که شاعران پس از حافظ از این شعر کرده بودند و پاسخ هایی که از آن زمان تا این روزگار به او داده بودند در ذهنم صف می کشیدند. پاسخ ها را که مرور می کردم می دیدم هیچ پاسخ جدی به این بذل و بخشش حافظ از کیسه ملت ایران دیده نمی شود. همه انگار با حافظ مسابقه گذاشتند و میخواهند روی دست او بلند شوند یا به خیال خود چیزی بهتر و کمیابتر نثار خال هندوی آن ترک شیرازی کنند. تازه دار و ندارشان را به خال هندوی کسی میبخشند که هیچ او را ندیدند و صدها سال است که همراه حافظ از دنیا رفته. اگر تمثیل نباشد، ممکن فقط تمثیل بوده، منتها اینو جدی گرفتن. از این گذشته برای بلند شدن روی دست حافظ چیزهایی را به خال هندویان ترک شیرازی میبخشند که اگر آن ترک شیرازی زنده بود و میشنید، ممکن نبود بتواند جلوی قاه خندش را بگیرد. شاعران معاصرتر هم همچنان دم از خال هندوی ترک شیرازی زدند که چیزی ببخشند یا نبخشند، بستگی به کرمشان دارد. آن هم در زمانی که دیگر خال بر چهره داشتن مد نیست.
و خیلی ها هم اگر داشته باشن با عمل جراحی بر میدارن تا به زیباییشون صدمه نزنن. نکته دیگر این که هیچ کدام از آنها پاسخ آن دیگری را قبول ندارد. ضمن خورده گرفتن به بذل و بخشش حافظ یقه یکدیگر را هم سر این رقابت میگیرند. از جمله صاحب تبریزی که میشناسید، شاعر دوران صفوی است، مال قرن 11. صاحب تبریزی پیش دستی کرده و برای آغاز مسابقه دلربایی از آن ترک شیرازی آمده و گوی را به میدان انداخته است و گفته: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. هر آن کس چیز میبخشد ز مال خویش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. ببینید بخواد چی بهش ببخشه، سر و دست و پا رو، بعد تازه از مال خودش فکر میکنه اینا مال خودشن، در صورتی که نیست. و بعد هم همش تضمین از شعر خود حافظه. میبینیم که ایثار و بخشش این اعضا هر کدام خنده آور است. آخر آن ترک شیرازی که دل از خواجه حافظ رو بوده، یک لنگه یا هر دو لنگه پای آقای صاحب به چه دردش میخوره؟ دستی کم که بهتر بود میگفت به خال هندویش بخشم ز سر تا ناخن پا را، که تمام پیکر رو در میگرید که احتیاج نبود تیکه تیکه کنید و دیگه نیازی به دست آوردن تن و سر و تکه تکای بدن نبود. به هر حال این از آقای صاحب تبریزی. بعد از صاحب تبریزی امیر نظام گروسی. امیر نظام گروسی مال زمان قاجاری است و مقامای بسیار بالایی هم داشته، ولی در شعر متاسفانه چیزی بارش اینطوری که نشون میده نبوده. امیر نظام گروسی بعد از صاحب به میدان چالش میاد و خواسته هم به حافظ اعتراض بکنه هم روی دست صاحب بلند بشه. چیکار میکنه؟ میآید و با تضمینی از شعر صاحب سر و پا و تن را از او بر میدارد و برای محکمکاری یک جان به آن اضافه میکنه. نام این کار را هم میگذارد جوان مردانه بخشیدن. حالا ببینید با این سر همبندی چه کار کرده. بعد چون خودش هم کرده، اون ترک شیرازی رو میکنه کرد گروسی. میگه اگر آن کرد گروسی، چون کرد گروسی خاله هندو کجا داشته، این همیتون بیچسبورن. اگر آن کرد گروسی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم تن و جان و سر و پا را. اینا رو شنیده بودید. جوان مردی بدان باشد که ملک خیشتن بخشی. خب صاحبم گفت هر کس چیز میبخشد مال خیش میبخشد. اینا همون تکرار میکنه. جوان مردی بدان باشد که ملک خیشتن بخشی، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. این هم دلیل دیگه میشه برای اینکه واقعا ترک شیرازی خنده جانانه بکنه برای بخششی که این آقای گروسی کرده. اما در زمان معاصرتر هم ببینیم کی اومد. ببینیم شهریار اومده به میدان چالش. ضمن اینکه به حافظ خورده میگیره، شهریار میاد و یقه صاحب رو هم میچسبه و با اشاره به مضمون شعر امیر نظام گروسی از پاسخ او هم سوء استفاده میکنه و میگه نه اینطور نمیشه، باید مردانه بخشه. خب اون جوان مردانه میخواد ببخشه، این میگه من میخوام مردانه رو فهمشون چیه. حالا ببینیم چی میگه. حالا ببینیم مردانه بخشیدن از نظر آقای شهریار بعد از این همه برداشت از این و آن چگونه است. میفرماید اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را. هر آن کس چیز میبخشد به سان مرد میبخشد، نه چون صاحب که میبخشد سر و دست و تن و پا را. سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند، نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را. جمله دلهایی هم نبرده، فقط دل حافظ رو برده. اینا خودشون رو قاطی کردن این مثلا. مردانه بخشیدن از نظر شهریار یعنی بخشیدن تمام روح اجزا. حالا اگر اجزا روح داشته باشن خیلی جالبه. اگر حافظ تنها 2 شهر را از کیسه خلیفه بخشیده بود، شهریار به خیال خودش روی دست صاحب و امیر نظام گروسی و حافظ بلند شده و به جای سر و دست و پا آمده و اسرائیلوار روح تمام اجزا را گرفته و خانه ارواح درست کرده برای ترک شیرازی.
اسمش هم گذاشته بخشش مردانه. من گمان نمی کنم که اون ترک شیرازی از ترس و وحشت و هجوم به این همه رو اصلا خوابش نداشتن. برحال با خودم گفتم این چه بخشش های موسیقی و وحشتناکی است. بروید، شما حریف حافظ نمیشوید. او بی دلیل حافظ جاودانه نشده است. جالب اینجاست که این سه شاعر هیچ کدامشون متوجه نشدن که تن با تنه فرق میکنه. تن وقتی ما میگیم یعنی پیکر که شامل سر و دست و پا و این همه میشه، احتیاج نیست این رو جدا نام ببریم. این تنه است که بالا تنه داره و پایین تنه داره، پا و پایین دست و سر اینو بالاست. هیچ کدوم این سه تا متوجه این موضوع نشدن و سرش هم دعوا میکنن با هم. دیدم با این ظرافت بزم و بخشش خواجه حافظ اینطور که پیش می رود گویا هیچ امیدی به پس گرفتن سمرقند و بخارا و برگرداندن آن به خاک ایران بزرگ نیست. و البته آنچه را که حافظ رندانه بخشیده است جز با رندی پس نمی‌توان گرفت. من از کودکی با راهنمایی پدرم با شعر حافظ آشنا شدم و رفته رفته چنان با شعر او درآمیختم که دیوان غزلیات او تنها کتابی شده است که بی مبالغه هر روز با آن روی میکنم. این جدیه. من هر روز که روی میزم حافظ مرتب مشورت میکنم با حافظ با آن روی میبرم و به جرات میتوانم بگویم که استاد، قرین، رفیق، همراز و مشاورم شده است. سالها پیش هم در یک رباعی که در دفتر شعر و سپس آفتاب که تمام اون دفتر سپس آفتاب توی این کتاب عشق نزاد مرا همه اومده برای این مجموعه کامله. برای حافظ نوشتم با حافظ رند عشق بازم شب و روز، با اوست که در راز و نیازم شب و روز، آنگاه ز حسن انتخابم سرمست بر بینش چشم خویش نازم شب و روز. دیدم با توجه به اینکه تا آنجا که من میدانم تا کنون هیچ زنی در پاسخگویی به این بزم و بخشش حافظ نتوانسته است به میدان بیاید، با ارادتی که به شعر و شناختی که از رندی حافظ دارم شاید بشود اشتباه او را جبران کرد و سمرقند و بخارا را پس گرفت و به این جنجال پایان داد. اما باید طوری رندانه وارد معرکه شد که پس گرفتن سمرقند و بخارا را خود حافظ تایید و اعلام کند تا کار اعتبار تمام یابد و رسمیت داشته باشد، اگرچه این فتح به دست پدر باشد. در این غزل من اشاره کردم به یکی از ابیات خود حافظ که میگه وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه، و بعد به یک شعر خودم در کتاب پرنده دیگردن که در اونجا میگم من آب را ورق میزنم و دریا را تا ته میخوانم. حالا بریم سراغ غزل حافظ. چنان بخشید حافظ جان سمرقند و بخارا را که نتوانست تا اکنون کسی پس گیرد آنها را. از آن پس بر سر پاسخ به این ولخرجی حافظ میان شاعران بنگر فغان و جیغ و دعوا را. وجود او معمایی است پر افسانه و افسون، ببین خود با چنین بخشش معما در معما را. بیا حافظ که پنهانی من و تو دور از این غوغا به خلوت با هم اندازیم این دلهای شیدا را. رها کن ترک شیرازی، بیا و دختر لور بین که بر یک طره مویش ببخشی هر دو دنیا را. فزون بر چشم و بر ابرو، فزون بر قامت و گیسو، نگر بر دلبر جادو که تا ته خوانده دریا را. شبی گر بختت اندازد به آتشگاه آغوشش، ز خوشبختی و خوشسوزی نخواهی صبح